سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کانال اسی. داخل ویدیو امروز رفتیم با هم دیگه بدوارز پلی دادیم، ولی آخرش چه اتفاقایی افتاد که بدجور منو فشاری که خودتون میتونین داخل ویدیو بریم ببینید. اگه از این سگ ویدیو خوشتون میاد این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، اگه دوست داشتین چنل منم سابسکرایب کنید که زودتر برسیم به 1K. بریم سراغ ویدیو. Let's go. اومدین مچ اول و برنامه‌مون این که وین بگیریم و اینکه وظیفه این آقا هم هستش که بدو دیفند بده. دم گرم. خب بچه دیگه اسی خشبین شد. همه تو کامنت ها بنویس اسی خشبین. حتی هنوز به دایمند هم نرسید. اصلا کسی لطفا چیز نگیره، لطفا کسی آرمور نگیره که من بو بگیرم. داداش Na festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. شارپ بگیر شارپ. یا نه میخوایم بریم فورج لول بعد. خیلی منطقی هر ستاشون رو من زدم. بعد کیل طرف میشد ولی خب کیل من چطوری شد I don't know. کجاست زدم یکیشون رو. بابا چقدر سریع تو واقعا پدر. داداش چه جام هاش شد. به ما که این بر همه دیفنس جی جی نیوف هستم دیگه. خودم دارم تعریف میکنم دیگه از خودم. نه اینو گفتی که ریاش. اینو گفتی که ویو بگیری. همون ضربه که تو داری میزنی منم دارم میزنم، منتها من نتم ریده، تو نتت بد جور نریده. حال کردی؟ اگه حال کردی تو کامنت ها بنویس حال کردم، اگه نکردی بازم بنویس حال کردم. آجی من باید یه دونه آپگرید کنم چون من برم دایمند بگیرم. گیری رو بیشرف برش زدی؟ آره بچه 6 دایمند دارم. این بات سگم قشنگه. بچه با این 6 چی بخرم؟ سومی مثل داشت. چی دارم میزنم نمیمیره بیرون. اینم آلکون 3 نفرشون رو ایمیله، یعنی میلیون 6 نفر سوخلا. تو کامنت ها بنویس حال کردم. کجا 3 نفر شد المینه. آقا اومد جی بریم مچ بعد. این مچ دوم و این مچ هم میخوام خیلی 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 سگی پلی بدیم. نظرتون؟ من که همون تکنیک صلاحاتون رو بذارید پیش دست. دیازده من احساس کنم دارم جای
جای بدی میرن تو نیست قشنگ سوراخ شد کی؟ ما هنوز یلو یا حسین سوهای شبیه یه چیزی خیلی بالیه. شبیه این چیزا نیستش. بچه الان بچه آبی تو بده تلپورت میشه داره تلپورت میشه برای من تینت گذاشته رو به تلپورت همچنان تلپورت تلپورت خیلی اوتوکیلی کریم آیتم اینو نگاه کن دارم میریزم بیشتر بابا این چیته دیگه. بچه من دارم اه من پرد شدم از همه جا دارم می چجوری را اسپان سری میشه یه چیزی هست به اسم وای برو که نبودینی اگه بیشرف من نمیکش با بو میتونستم بزنمشون بچه رو بده لگه برام نمیدم بده داد جانا نمیدم بده من نیفتم من 5 تا دایموند داشتم کینگامون خرابه سیستم یارو با پیل 2 داره پلی ببین قشنگ دفاع مقدسه دارم میان بچه اوی پدر ببین یارو اصلا درگ هم داشته باشه این شکلی نمیتونه بزنه آقا من مردم من بد مردم. یارو بکردم ما رو زدم پشم شب زد چون یه دونه فایربال رو قشنگ زد رو بریجی که هیچ کس روش نبود. مرسی دمش گرم. فیلم ترسناک داشتمون زیاد من دارم می‌برم. بریج رو ادامه میدم رو بلو اگه میتونی بیای من روتم رشتتا دارمش آها دارمش زدی؟ بذار من کشمش کسافت اه کیلوس نه کلا خواستم دلیلشو بدونم کپکاتت خرابه اه این بلو من فکر کردم یه لحظه ما بلو این چرا مرسی چیزو بزنم ها میخواست جزنش بار اولم بود خب ای بچه اومدم کجا تحمل کنی تحمل بذار من برم بو بگیرم آجی واقعا بونیم یعنی 2 تا فایربال هم همش هیل شد برو جلوش بسته ما هم برو جلوش بسته اومدم زدی به دو آره خدافظ ببخشید ولی من به کانتنت نیاز دارم و مجبور شدم شما رو بکشم و اینکه بلو استک خوار مادر کرد شد اینزیبیلیتی خورد بچه ها بلو استک خوار مادر اینو بهتون بگم بزنم رما بابا نزن بابا نزنم ای پدر سگ بمیر جی جی خیلی تمیز بود من اومدم ماها رو بندازم یهودم یه فایربال زد زیرم به من چی تو فکر
تیر یکی دیگه چه حالا اگه منو خرید باش ایسی دودوش اومدم فایروال خریدم بذار سی برد شد آقا نکنی، من فشاری بشم میدونی چه اتفاقی میفته، نکنی. داداش من یارو زدم هیچ خب بچه آمدیم مچ آخر. بذارم مچ آخر اون قبلیه که هیچی، این مچ آخرمون. آقا بریم بد با من، بریم بد با من خسته شدم، من بعد یکم فکرم آروم میشه. بریم برو، ما هرچی آیرون داری بده به من. این دست میگه علا دارم آیرون ندارم دمت هم گرم. بچه این دست من توی این مچ وای میسم یکم فکرم آروم شه، بعد جور داغ کردم. It's going to Azon خب این که این. خب بچه به این میگن یه دیفند ترتمیز. لئوناردو داوینچی هی. مچو میبرم سیاهی بذار مچ بعدی میبرم سولو کیل بار بابا فشار بخور نیفتاد. اسی چقدر اجی وای بابا میگم دست کنیم چونه تنشون میدی بی تربیت بی همه چیز. دادا مال منه مال تو بودم بابا شانس. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و که سابسکرایب فراموش نشه. بریم برای یکی. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی. گود بای.